خودش آمده رسید. قربانی صابر، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان. واقعا هم این کرای صحبت کردن است. از آن نوروز گذشته تا این نوروز یعنی چه کارها رو قربانی صابر انجام دادن؟ پیدا میشدیم آدما هراس میکردن که اینا کیان. شاید با بیننده روبرو میگید که چرا این در این فیلم ها نقش بازی دادید؟ موضوع را من میخوام که روشات نگیم و نقشی که خودی همین سال بازی دید، نقش فرید در فیلم سیاره رنگ رنگ است. من ترس فرا گرفت. برام خیلی این چیزا جالب بود. چقدر حرف سخت است اما واقعیت دارد. من میگم که امروز زیاد شعر خوندم بیام و حاضر مغزم خسته هنر شد. نشان میدید برای بیننده. یکی قمری را بر سر شاخ. خیلی یک صحبت شیرین و گوارا بود. با یک جهان از مهر و محبت بی اندازه به همه شما هموطنان عزیز سلام عرض میکنیم و آغاز بهار خجسته رو به یک شما مبارک باد میگوییم. بله دوستان عزیز، در آغاز فصل زیبای بهار باز هم برنامه نورافکن از پیشنهاد شما و این نوبت مهمانی برنامه ما هستند خیلی هم هنرمند دوست داشتنی شناخته و هنرمنده که خیلی هم عین زمان کارشان پرمحصول است در کینو، تئاتر و در دیگر جدای هنر و ایجاد. البته قربانی صابر، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان، شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه نورافکن به استودیوی تلویزیون سینما. بهار مبارک باشه. تشکر. هنرمند خلقی تاجیکستان پروفسور قربانی صابر 8 مارت سال 1961 تولد شده است. سال 1982 دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم نموده فعالیت هنری را در تئاتر موسیقی مضحکه شهر قرآن‌تپه آغاز نموده. بعداً در تئاتر اهارون، تئاتر جوانان به نام محمود جان وحیدов، تئاتر موسیقی مضحکوی شهر خوجند و در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاوطی تا حال فعالیت دارد. 4 مرتبه صاحب جایزه نقش مردانه در آزمون جمهوری پرستو و 2 مرتبه صاحب همین گونه جایزه در آزمون‌های بین المللی در بیشکک و تهران گردیده است. مؤلف کتاب فروخنامه دردهای پس پرده و یک جان پر از درد می باشد. اینچنین مؤلف چندین حکایه ها و مقاله ها بوده به صفت پروفسور کافدره مهارت اکتوری در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسونزاده کار و فعالیت دارد. باوری داریم که شما یعنی در فصل بهار اینجا اشتراک دارید، برای تبریک مخلصان آمدید. چرا نه؟ گفتی حرف معمولی. واقعا هم وقتی که همین روز بخصوص اینقدر آفتاب نورش گرم است و زمستان خیلی زمستانی به فکر من که خیلی سخت بود. یعنی هوای بسیار سرد داشت، هرچند در دوشنبه برف مثلا طولانی نایستاد اما شماره برفباری تقریبا از 5 مرتبه زیاد بود. یعنی ما را خیلی گرفتار کرد زمستان. خیلی دعا کردیم که مثلا به بهار رسیم. بله به بهار رسیم و خوشبختانه همه اونایی که هستند زنده‌اند سلامتند بهار دیدیم. گلای شکفتگی سیاه گوش مثلا مکو حالا فرصت نشد است از دور دیدم، خوش آمدن نمالیدم از روی سنت که پدرها و باباهامان میکردن اما دیدیم و بهار واقعا هم طبیعت داره عوض میشه. طبیعت یعنی آبیستن است برای شکفتن گلها، شکفتن میوه و مثلا درخت و طبیعت و ما هم بخصوص همین سحر من دیدم که دخترکای یعنی پایتخت عزیز همه دربر کرته های نازنینی بهاری داشتن. امروز بخصوص همین روز خیلی زیاد بودن و من گفتم بهار شده است، واقعا هم بهار شده است. پس بهار شده است عزیزان و می ارزه که با فرارسیدن این فصل نازنین هممونه یکدیگرمان تبریک کنیم، شادی کنیم، در لبامون تبسم
شکوفت و ای کاش که بهار پر از فیض و برکت باشه امسال برای خود شما بیشتر کدوم فصل رو دوست می‌دارید؟ راستی گپ من بهار رو دوست می‌دارم. هرچند تیر ماه به همه مثلا زیباگی هاش چرا خیرمنامون پوری میوه و مثلا انبارامون پوری غله میشه، ممکن نیست که مثلا درباره تیر ماه با این فیض‌خیزیش مثلا حرف دویم درجه زنیم. اما بهار یک چیزی دیگه است واقعا. هم بعد این سردی ها یعنی دل آدم خسته میشه. مثلا چقدر ممکن است فرض کردیم در سردی ها خنک خوردن ها و وقتی که آفتاب گرم میشه واقعا هم عید میشه. عید هست که اینا وصف نکردن و ندیدن گناه هست. یعنی اینا هم مور و ملخ، نمیدونم پرنده ها، یعنی انسان ها، طبیعت، آفتاب چشمش روشن است آخه گرم است، اینا ندیدن گناه است و برای اینم واقعا فصل دوست داشته سبز است، پوری سبزی، پوری سبزه و مبارک است. خوب، نوروز یک جشن عمومی است که اون رو هم خرد و کلان و همگان دوست می‌دارند. خوب، شما چی؟ بیاید در زمان کودکی چگونه نوروز رو می‌گذراندید و یا انتظار می‌شدید؟ بیشتر چیزش برای شما پسند است؟ واقعا این کرای صحبت کردن است. مثلا من در جای مثلا تولد شدم و آهسته آهسته به پایه رسیدم که یعنی بعضی سنت های قدیمی را نگاه می داشتن. یعنی دهات این چیزا را مردم خیلی مردم سختن. من هیچ یادم نمیره در یک فصل بسیار سردی که بیرون خانه ها مثلا کوه بر این برف جمع می شد. من یادم هست که با ما کرچک می گفتیم، یک مثلا بله برف روبکی چوبین بود که و مثلا روغن میکردن و بعد دست ما میدودن و میگفتن که مثلا بالای بام و آقیلا را رفتن در کار بود. یعنی کودکانه ما همین کار انجام میدیم، میدادیم همون وقت و برف زیاد میبارید. نمیدونم شاید نه انیخ که برف اون وقت زیاد میبارید و در قعر زمستان که بیرون ها پوری برف است و من یک شبی یعنی طولانی زمستان یک صدایی را از بیرون شنیدیم، مثل ناله، مثل الو گفتن، یک چیزی می آمد و یک زمان خواطر شدیم، خیلی گفتیم این چی است. اول احتمالا صدا از دورتر می آمد و هرچی نزدیک شد مرا ترس فرا گرفت. اما ما با عمق چشمای آچه جانم مادرم نگاه میکردم. اول ویم نفهمید، اون وقت مادرم خیلی جوان بود، خوش رو نازنین بود، خدا بیامرزش. خلاصه اول نفهمید که چی صداست، بعد دیدم که در روش تبسم دمید. این گفت گلگردانان و برآمد و بعد اون بچه ها را در آوردن. من تا زمانی که اونا در آمدن و بعد بعضی هاش شناختم، بچه های کلانسال گذر و کوچه های ما بودن، شناختیمشون و بعد حس کردم که هیچ خطری نیست مثلا در این شبی سرد زمستانی. و بعد در درون یک پخته یعنی پیچاندگی یک پاره که گلی که بیچاره نمیدونم در کجا ویره نه بازور برآمد است. بله بازور یک معلوم است که این گل است. و بعد یکم بار من شاهد بود، یکم بار دیدم که آچم مادرم در قاشاش مالید، پیس آرزو کرد و بعد در قاشای منم مالید که به بهار رسیدیم، انکم بهار آمد بهار. و بعد یادم هست که در پیش در خانم سرود میخواندن، گلگردانی یعنی گل سیاگوش لو گردان، قدح پر کن و کیمچی گردان، اگر گلت تو خالی مانی، اگر قدر گلت تو دانی گل خالی نمیمانی. یعنی این حرفای در شعرشان هست. و بعد نمیدونم دیدم که کلوارشان گندم هم داشت، نمیدونم قند داشت، نان داشت، یعنی هر کسی از رو شیرینی داشت. بله یعنی من نمیدونم از خانه ما چی دادن، اما از شیرینی های اونا به من داده بودن. هم جمعه یادم هست، هم نمیدونم کی ها بودن، اما این خیلی زیبا بود. بله. این اولین برخورد من در زندگیم بود با
آمد بهار و یک سنت زیبای مثلا ملت عزیز و با چیزی که مثلا یاد آدم میآید یک علف بهاری است که خیلی هنوز که هیچی ما نمیدونم اغرا چچک میگن همون علفه در طرفای ما با جای دیگه نامش چیزای دیگه هم هست مثل همون سیاه علف هست اما این همین شب و روز علکه هست یعنی مثل پیاز بارین میرویه بعد میرن اونا میچینن آدمایی میدونن جاهاشا میچینن و بعد آورده دلده میپزن خیلی بامزه است یعنی این علف خیلی بامزه است و مثلا برای من کودک از این خاطره بهتر در کودکیام نیست. خیلی هم یک خاطره نیک قصه کردید یعنی از زمان کودکی شما هم در باره بهار و هم در باره نوروز. امروز چی؟ یعنی جشن که امروز نوروز رو جشن میگیرن. برای من همین روز هم نوروز نصیبه را ببینید چقدر زیبا لباس پوشیده است و مثل بهار است و نوروز است برای من. این جشن واقعا هم کرای افتخار گفتن است و درود بر اون تقدیر، درود بر اون مثلا مملکت نمیدونم که در پشت سرش مثلا نوروز با تمامی هستیش مثلا حق داری به گفتن نوروز. اما مثلا در کنار ما همسایه های ما کسی نوروز میگه، کسی نوریز میگه. خب هر چیزی که نمیگن خوشبختانه نمیتونن اسمش عوض کرده. چرا این خیلی عمق داره، اینقدر چکور است که مثلا اگر از روی شاهنامه دوره جمشید برسیم شاید 100,000 سال، شاید 200,000 سال، شاید 1,000,000 سال نوروز تا اون زمانی که مثلا شب و روز شدن انسانیت فهمید که ما 15 روز اوج میگیره پره میشه و 15 روز کم میشه و ماه معلوم شد، هفته ها معلوم شدن و آیسته زمستان چرا خنک میشه، بهار چرا شب و روز برابر میشه. اینا انسانیت آموخت و خیلی این مثلا اگر که عمق تاریخ رویم خیلی طولانی است، خیلی دور است و از همون زمان ها بابای و بیبی های ما این جشن درست جا به جا گذاشتن. چرا واقعا هم یعنی گرمی بر سردی غلبه میکنه و این اید است. بگذار که نوروزتون خجسته پای باشد. و از آن نوروز گذشته تا این نوروز یعنی چی کارها رو قربانی صابر انجام دادن؟ خب اینا گشتیم سوی ایجادی. بله. خب راستی دیگه هرچی احساس میکنیم که سن و سال به جای رسیده است و دیگه ما هم یک آدمی از میان همین کشور در صف هنرمندا گاها درست است نمیشه، گاها مثلا به حوصلگی میکنیم، تنبلی میکنیم، مثلا بعضی کارهایی را که انجام دادن در کار است سری وقت انجام نمیدیم. اما با وجود تمامی تنبلی، تمامی برد و باختایی که هست، من خیال میکنم که خب سال از اون نوروز تا به این نوروز خیلی کارهای خوبی ایجادی هم انجام شد. یک قسمتش خیلی قسمت خوبش انجام شد و حالا مثلا یک زمینه گذاری خیلی خوبی هست که برای آن که کارهای خوبی دیگه هم در سال بعدی انجام شود. اما در هر صورت من باید قید کنم مادامی که شما این سوال خواستین. من دعوت شده بودم سال گذشته برای بازیدن یک نقش در یک فیلمی کشور همسایه ازبکستان و شنیدم، ندیدم فیلم. خب پاره‌های ویدیویش فرستادن جاهایی که من بله هم نقش بازی کردم، زبان قطع گپ میزنم که نمیفهم. برام خیلی این چیزا جالب بود. فرستادن اون فیلم شنیدم که پخش شده است، یعنی برای یعنی رونمایی کردن از فیلم، اما کجا رسید اینش نمیدونم و باز با امیدم که یک فیلم دیگه رو حالا شروع کردن، حتما
باید من با امیدم که از من دعوت میشه. چرا یعنی باوری دارم که بله من باز آمدی باز آمدی بدزاد بدمست افلاس حرام افلاس بدزاد. خوب، بیاید اکنون درباره نقش های دیگر گپ زنیم. نقش شونظر در فیلم در روزی پدر و نقشی که خودی همین سال بازیدید، نقش فرید در فیلم سیاره رنگ بازی میکنه. خب چی تفاوت ها بود بین این نقش و کدامش برای شما مشکل تر بود یا آسان تر بود؟ خب مشکلی و آسانیش نمیدانم، اما هر دو نقش در زمان خودشان تولد شدن، انا این برام مهمه. پسری من از هیچ چیز کمبودی نداشت. راست اون محبتی حقیقی پدری رو میدونست. Мы хотим купить вашу компанию. Всю инфраструктуру. یعنی پردیوس. بگیر. نفهمیدم این کیست؟ او را دست و پا بسته به پیشی پای من میاری. با 2-3 روز مهلت. تو درباره سویقت از کجا فهمیدی؟ اکنون برمیگردیم به نقش فریدم امروز مثل یعنی شاهنظر بله قهرمانی همین روز است. بله. آدمی همین روز است، همین وقت، همین ساعت. و مثلا برای من فرید، حاضر فیلم کسی که دیده باشه قطعی من موافق میشه، قطعی موافق نمیشه. من میگم که قهرمانی مسبی است کاملا برای من. مثلا وای کسی را میگه که مثلا دخترش قطعی پسر این چی کاره شده است، کودک آمده است به دنیا و کودک میاره میگه نبیرت گیر. ببین همین آدم چی گناه داره؟ یعنی پسرش همه چیز داره، ماشین، بایگری، پول، نمیدونم همه چیز داره، البته که به وی میچسبن. یعنی این میگه که چرا این از کجا میدونه که این نبیره من است و خوب نیست که تو فرزند خودت نگاه کنی که نچسبه به پسری من. یعنی از این نگاه من میگم من حقم، یعنی فرزندی، یعنی این قهرمان مالی قهرمانی همین روز است. سیاره هم رنگی وز میکنه. ای کاش با امیدی که مثلا همین این سخنها را گفته میگیم ما ایواز شویم، نوروز است از پیش، ای کاش که مثلا با خوبی هایی که ما انجام میدهیم در زندگی دست یک کلان میگیریم، یک کلان سلام میکنیم، دستش میگیریم، خب احترامش به جا میریم، زن آدمی کلان ساله و سیاره سبز میشه. امروز شما دست از خود خردها رو نیز یعنی میگیرید، یعنی دستگیری میکنید، زیرا در چند جایهایی که شما یعنی نقش بازیدید نقش شما بد نبود، خیلی عالی بود، ولی آن فیلم شاید آنقدر بهای خوب نگرفت و شما رو نیز زیر تحقیر هم نگویم آنقدر گپ‌های خوب نگفتن، یعنی بهای خوب ندادن. یعنی نقش بازیدید و شاید پشیمانی شدید. در این باره قصه میکنیم که خب. شاید با بیننده روبرو میگید که چرا این در این فیلم ها نقش بازیدید و چرا آنها این گونه بها میگذارند. خب من تقریبا فهمیدم که اشاره شما، سنگ شما یعنی سمت کدام باغ است. این موضوع را من میخوام که روشات نگیم اما کسایی که میدانن با خبرن. ببینین خیلی میشد که میخواهن مثلا با حضور یک هنرمندی که نام دارد و حرفش حرف است، مثلا میخوان با بودن همون مرتبه فیلمشان بردارن، مرتبه کارشان کمک ارج گذارن. از همین خاطر خیلی میشه که ما ضرر میبینیم. مثلا یک روزی بود که چند شاگردی من جمع شده بودن، گفتن که استاد شما چقدر به پول نیاز دارید که ما هم قپولتیم و شما عموما دیگه این خیلی فیلم هایی که مثلا قرب پس دارن نرویم.
چقدر حرف سخت است اما واقعیت داره و گاه دل آدم میگه که مثلا اگر هر کاری که در اون ایجادیات هست یعنی نباید مثلا دستی ما بر این آدمایی که میتونیم دست دراز کنیم و اونا را از یک ورطه بیرون بکشیم، نباید این دست دراز نکرده نمانه، باید دراز شود. یعنی من بر این عقیده بیشتر موافقم که خب یعنی اون بچه ها حالا حتما روزی میرسه که میپزن. هیچ ممکن نیست. یعنی اصلا همین ترازو ماندن های و پختن ها برای همین است. اگر یک آدم، یک انسان، من در درسام دایم میگم برای بچه ها که مثلا هیچ یگان اینستیتوت نخوانه، هیچ یگان استاد نداشته باشم. ما داریم هزاران انسان های هست که داخل نمیشن، نمیخوانن، اما اکادمی زندگی اونا رو میپذن. گاه ما نه مثلا موسیقی روا میخونیم، نه دیپلم داره، نه یگان جا خوانده است، حتی سفر نکرده است، در حدودی مثلا 50-70 کیلومتر از این بیرون برآمدگی نیست، اما میبینی چقدر فراست در وی جمع است. دریا معنی است. شش تو خیزش از کجا است؟ چرا این اکادمی زندگی است نامش، از این گذشته است. اما اگر دستی کسی را گرفته باشیم و موجب غضب کسای قرار گرفته باشیم، اینم حالا نمیدونم. اونایی که با فرض کردیم باغ ما سنگ میپرتایند باید دانند که این بچه ها حالا باید تقریبا 80 سال دیگه هنر این دکان آباد نگاه دارن. بگذار خطا کنن اما آباد میشن. اما حتما روزی میرسه که کتابخانه را سر میکنن. فرض کردیم اقلا میفهمن که حق ندارن برای آن که فیلم بگیرن، حق ندارن برای آن که نصیحت کنن. چرا؟ خودشون نیاز دارن به نصیحت شنیدن. حالا اگر همین نفهمن این خیلی پیش رویم. برخیز. من اون زنها رو نکشتم. چه دلیل داری؟ چه دلیل داری؟ مرا سرده من میابم. سرده بله بهترین است. خوب نصیبه به فکرم فرصت رسید که یک پاره یا شعر میخونید، نمیدونم یا چیز. من میگم که امروز زیاد شعر خوندم بیام و مغزم خسته از هنر نشان میدید برای بیننده. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میلی جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیبی من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم بگاهی جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم روی لبش به غیر وداع پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود کشاده رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال و پری هم اگر نداشت. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. سلامت باشید. یک جهان بهترین. پند بود. ولی میدونید چی؟
هر باری شما انتظار باشید هر باری شما در طریق تلویزیون یعنی طریق آینه نیلگون شعر میخونید یا قرائت میکنید، البته که مردم به همین شعر خونده شما یعنی توجه زیاد میکنند و البته که حفظ میکنند. پیش از آنی که شما خونده اید یا قرائت کردید 100 بار شاید این شعر رو قرائت کردن ولی ذوق حفظ کردن ندارن. شما چگونه یعنی میتوانید به مردم برسانید یا شاید شعرخوانی رو خیلی زیاد میکنید که مردم شما رو دیده ذوق برند و شعر بسیارتر حفظ کنند یا که شعر از یاد کنند؟ بله خب یعنی بیشتر احتمالاً من همین خیلی میفهمم از چرا منم اینه میبینم، چرا میگون که فرض کردیم این شعر اگر چند جای دیگه خوانده میشد شاید به گوش اونها نمیرسید. بله. اما وقتی که از این لبها این شعر بیرون میآید با آویزه ها با معنی هایی که خیلی این شعر روشن می شود. یعنی ببینیم ما شعر میخوانیم گاه روشن نمی شود. بله. و وقتی که نمیدونم این کمال آداب نیست اما زمانی که من میخوانم میبینن، یعنی بجز آن که میشنون میبینن قصه را. بله. برای همینم زود میخوان که من بسیار دیدم که میگن نوشته نمیتین همین شعر فلان شعر نوشته نمیتین، مثلا همین شعر مادر فرشته بود چقدر بله و بعد قرائت من و قرائت های الهیده هم هست، مثلا در واخوری ها در خیلی مثلا می نویسن ثبت میکنن میگیرن و بعد من میبینم که میخوانن. یک شعر دیگه بود پدری با پسر گفت بقر. من در ناگفته نمونه در وقتی نواربرداری های فیلمی سیاره رنگی وز میکنه در اوگوک در قانچی دیوشتیج نام دارن امروز. یعنی در دهه دوردست اوگوک که مثلا ساعت ها طول میکشه تا اونجا رفتن، در مکتب واخوری شد از با استفاده از آن که ما هستیم با طلبه های مکتب واخوری تشکیل کردن. ما رفتیم خب صحبت کردیم از خیر و از شر گفتیم و ناخواست از میان معلم ها یک کسی گفت که آیا امکان داره که همین شعر یک بار قرائت شود؟ من گفتم چرا نه، ممکن است. و وقتی که ما در روبروی یک مکتبی که مثلا خیلی طلبه های زیاد در روبروی ما ایستاده بودن، من یکی نگاه کردم که برابر ما 4 یا 5 نفر میخواندن. یکی دیدم از این طرف کسی قوش شد و میدانست لباش میجنبید و چند نفر از طرف دست چپ و من گفتم خیلی این 1 سال دورتر مثلا هرچی بله. و من گفتم خدا رو شکر که این شعر به این بهانه مثلا دهانی مردم رفته است، از مثلا از قفس رها شده است و مثلا به زبان و دهان مردم گذشته است که این باعث افتخار است. من آخر و یگانه فرزندی تو میفهمی؟ مادر جان در عین زمان وی گناهگار است، گناهگار باید جزایش را ببیند. مادر من از تو التجا میکنم، خاطر موهای سفیدم را کن. التجا نکنید مادر. رحم کن. سنگینوف آردر آماده است. آماده است رفیق پالکومیک. با امضای پروکورور. بله. نه با شما راضیم. باید که گناهایم را شویم. شما حق هستید پدر، من شما را دوست می‌دارم. با فکرم زیاد کتاب میخونید شما. عموما با کتاب توجه شما چگونه است؟ مناسبت شما چگونه است؟ خب یعنی آیا امکان داره که دیگرگونه باشه؟ مثلا سوال شما اگر هر کسی را که من فهمم که مثلا کتاب کم میخونه همگی از 5م کلمش معلوم میشه. آدمی که کتاب نمیخونه هیچ وقت احترام مرا سزاوار نمیشه و همه اونهایی که شاگردای منن اینا، یعنی من نمیدونم یک دست سختی دارم شاید و افتخارم میکنم که مثلا بیرون از برنامه هایی که در دانشکده مثلا مطرح هست که از ا تا ی فلان کارا را کنم، ما بیرون از این برنامه های شخصی من هست برای شاگردان. مثلا ما در هر سمستر در هر 6 ماه 5 تا رمان میخوانن.
هزاران چیز مثلا داستان و این چیزایی که میخوانن گازت میخوانن برای من حساب نیست، اما 5 تا رمن پیش از آن که امتحان دولتی میسپارن اول میان پیش من و من خیلی با حوصله چند روز ادامه طول میکشه. یعنی این بچه ها فرض کردیم فلان کتاب خواندن، اون کتاب میارن در دست من، اگر من خوانده باشم یک گپی، اگر نخوانده باشم حتما ورق میزنم در زمانی که هنوز وقت قصه را نقل میکنم من این کتاب قریب که از خود میکنم. چرا سری وای میرم حرفا قطعی و این قصهش زنده میشه و من هم کتاب از خود میکنم، هم به این بهانه میفهم که این بچه چقدر فرو رفته است. بچه‌ای که عموما کتابخوان نیستن، عموما مثلا ما همه وقت خب دیگه من در دانشکده هم درس میگم، وقتی که میپرسی که شما آیا کتاب خوانده اید، همه وقت میشنه که بله. یعنی چی کتاب خوانده؟ مثلا فقط یک جواب میشه کتاب خوانیش. یعنی چی؟ کتاب خوانیش مثلا صنف 5 میگن، 7 میگن، 9 میگن. برادر عزیز میگه این کتاب خب این کتابی درسی است، اما تو آیا در حیاتت یگان مثلا فاتح نیازی، نمیدون ساتی ملوخزاده یا نمیدون لایق ترسون زاده این کتابا را گرفته خواندی؟ میگن نه. اکثرا جواب نیست، اکثرا 90% همین شب و روز جوابی نمیشنوی. اما 10% که این یعنی تقسیم بندی ما نظر به سالهای 10 سال پیش خیلی زیاده، وگرنه اون سالا 100% بود که نمیخواندن. اما این شب و روز احساس میشه که بچه ها کتاب میگیرن میخوانن، گاه ها میبینی که بهمنی ها را میشناسن، صدرالدین عینی را مثلا کتاباش وقتی که نام برمیگه. خلاصه یعنی کتاب یک جزئی همه زمانی زندگی من است. من هر روزی که اینستیتوت میرم من نمیمونم دروغ گفتن شاگردان، یعنی هر روز برای هر یک کورس من یک روز یک تا حکایه مثنوی معنوی را باید یعنی شرح دیم، از یعنی شفاهی باید بگم و معنیهاش فاش کنیم و جستجو کنیم که چی میخواد بابای مولانا چی میخواد، ما چی گفتن میخوایم و بچه ها چی برداشت دارن. یعنی هر روز من برای خودم ده هیچگاه اجازت نمیتونم که مثلا روز به حکایه پیش بچه ها را. کتاب مثنوی معنوی همه زمان روی دستی من هست. بله بهتره. یعنی علاقه جوانان حس کرده ایستادن که به کتاب خوندن پیشروی نیست. و چی نظر دارید به آن جوانانی که یعنی کتاب میخونن میگن طریق اینترنت کتاب میخونن، این گونه خوب است یا اینکه کتابی که در دست میگیری میخونی خوب است؟ راستی چند بار مثلا یک چیزایی بود که مثلا یک زمان چند سال پیش یک رفیق نزدیکی ما کارگردان گفت که تعجیلا همین شب و روز یک اثری کافکا گفتن یک نویسنده خیلی معروف است، این نویسنده رقم 1 اروپا است مثلا در زمان خودش، و یک اثر هست با اسمی پریورشن یعنی تبدیل شوی، مبدل شوی، و گفت تعجیلا اینگی رو خوان. من از هیچ جا این کتاب نیافتم با جز آن که اینترنت و اینقدر اذیت کشیدم برای خواندن همون چیزی که یعنی از وی گرفتم، بچه ها را خواهش کردم برای من گرفتن، اما حالا هم در اینترنت در وی ما هست، در فلشکه هست، اما خواندنش برای من مشکل است. من نمیتونم، نمیفهمی که کجا صحیفه زنی، لذت نمیبری از این چیز. من نمیدونم، شاید بچه‌های هم چشم ضرر میبینه. بله، شاید بچه‌های یاش عادت کرده باشن، شاید میخوانده باشن، اما آخر اون چی میگن، آدم وقتی کتاب در دستت میگیری میبینی اندازش چقدر است. یعنی تقریبا یک بار صحیفه‌ش نگاه میکنی، مثلا یا میبینی چند قدر خوانده. بله میبینی چند صحیفه خواندی، چند صحیفه عقیب موند. اگر تو را کتاب کشید غرق میشی، وارد میشی. و من اکثرا کتابایی که منم میکشن و غرق میکنن 10-20 صفحه موندن من خیلی گرفتار میشم، میگم تمام شد این لذت، این معنی ها دیگه تمام میشه حاضر. یعنی این چی من اما مصلحت میدادم همچه آدمی که چند کرته از جوانا پیش دراندم، من میگفتم که خوبش که کتاب با اون طرز سنتی که ما میخواندیم بخوانن، یعنی بگیرن کتاب
در پیشان یک پیاله چای مانند قهوه دلشان چیزی که میخواه و همین از کتابایی که من در کتابخانه‌ام دارم خب خیلی است. اکثر کتاب ها را اگر حاضر ورق زنی مرد خب این شاید جایز نباشه گفتن اما شاید شرط است گفتنش. یعنی ورق زنی اگر حتما دانه های پمیدار یا که زردی پمیدار میابی در اونجا. یعنی جو پمیدار میخوره. چرا ما یعنی خیلی فرصت های دراز میشه که یک بریده نان مثلا چند تا پمیدار بله میگیری و میری یک جای میشینی و یعنی باید اونجا فراهم باشه که تو وارد شوی به این کتاب وگرنه چی معنی صحیفه زدن کار خواندن نیست آخه من فرو رفتن است در اون و من همه بخصوص همین کتاب شاهنامه 8 جلده من همین ورق میزنم نگاه میکنم یعنی است خب این شاید خوب نباشه اما در هر صورت من توصیه میدادم همین کار کنن یک بریده نان 2 پمیدار و روزی دراز کتاب بخوان دیگه. بهترین اصول کتاب خواندن یعنی وارد کتاب شدن همین است. خیلی خوب. پسر جان، آدم یک بریده نانی داشتهش را با آشنایش تقسیم می کند. مردمان آدمانی طاقه را دوست نمی دارند بچم. تو که طاقه خور نیستی همینطور نی؟ گیر کنی بچه جان؟ گیر آشد شود. خور. تو هم گیر خور دخترم. شما این زمان در اوج ایجاد و هنر هستید. خب هم در اوج کمالات زندگی و هم هنر. فلسفه زندگی رو چگونه دریافتید؟ از عمری که سپری شد، از این سالهایی که پس پرده هنر سپری شد. وقتی که تو میدونی که همین لحظه زندگیت برای کسی نفع میرسه، یک کسی را از راه مثلا خطا با یک گپ با یک رفتار مهمتر است البته. مثلا بلند حرف نزنی، باید مثلا از زبان تو الفاظ حقارت و قبیحیت بیرون نشود. اینا رفتارهایی هستند که مثلا انسان میفهمی که این انسان است، وگرنه یک حیوان هم با میزنه، بوق میزنه، هر چیزی میکنه و توی هم اگر همون باشی. یعنی من میگم که هر چی طولانی تر زندگی کردم فهمیدم که مثلا اگر همین روز یک نهالک شناندی، یک چیزی سبز شد، نهالک به معنای وسیعش. مثلا حالا ما در همین صحبت ما چند نهالک ما حالا شناندیم. یعنی میگیم پس این برنامه فرض کنیم برباد نرفت، بر بیهوده نیست. یک کسی که حالا مرا احترام میکنن، یک کسی شما را احترام میکنن، یک کسی شما را احترام میکنه، اما یک کسی هر سمانه یک جای احترام میکنه. اما چیزای از اینجا اقلا میگه که باید فرض کردیم هیچ گناه نیست که قبط ورقهای شاهنامه اگر دانه پمیدار داشته باشه، اما اون کتاب خوانده شد، اون کتاب بیهوده نیسته اونجا. این کتاب برای نشان دادن نیست. بگذار زرد باشه ورقاش اما خوانده شد. چرا از اونجا پند بگیری، اخلاق بگیری و اگر آدم فهمه که همین روز یک کار خیری کردی، یک جمله نوشتی که قرب داره و اون روز برباد نرفته است، اون روز مثل یک حیوان زندگی نکردی. پس یعنی حیوان به این معنا که اونها فقط زندگی میکنن برای اینکه بچرن. اما بله ما میچریم تنها به خاطر آنکه زنده مانیم برای اینکه کار خیر کنیم. یک کسی را نصیحت کنیم، نصیحت کردن همه نصیحت میکنن، اما وایزان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند و آن کار دیگر میکنند نکنیم. یعنی گفتار ما به رفتارمان، حرفمان به کردارمان به ذهن و انسانیمان موافق بیاید. یعنی اگر اینا موافق آمد پس هستی و هستیت معنی داره، وگرنه برای چی باید زندگی کنی؟
چی معنی داره زندگی کردن؟ یک کسی را رنجاندن، دل یک کسی را آزردن. البته بازم ما میگم مثل قهرمان رو میگم که فرید بهرامویچ، یعنی حدودی مده وارد نشو، حقی من نگیر. من این را برای همه باید هم خیر باشه. حقی من گرفتنی نشو. اگر همسایه‌ای خب حد و حدود تا بدون، اگر همکاری حد و حدود تا دان. مثلا من در درسام خیلی این گپ میدونم که خوب است، مثلا برای شاگردان میگم که خوب بازی نکنین، خوب باشین. بله. یعنی بسیاری ها خوب بازی میکنن. مثلا اگر توی است معرکه است در یک جاهای جمعیتی میبینی اینقدر آزادن، لب و دهانشان تازه کردگی، فرض کردیم میگو فرشته است، اما بعد میفهمی که بازی داره، بازی میکنه. همین که تنها ماند، همین که در حدودی مثلا عائلش تنها ماند، تبدیل میشه به یک چیزی که میگو وای نخواد تو همین هستی. و من این گپ گفته پیش از همه من خود میگم که بازی نکن جناب قربانی صابر، بازی نکن، باش همون گونه که هستی. برای همین من میدونم که بعضی جاها ما پیدا میشم خیلی ها هستن که خب در هنر ناتوانن، بیچارن و پیدا شدن من برای ویا درد میکشن. چرا من مثلا با ایستادن، با خاموشیم اجازت نمیتونم که ویا مثلا اون پیسته هایی که بیمغزن فرض کردیم با در نگاه من معلوم است، من همه زمان با خاموشی میگم که شما خیلی بیمغزین. کتاب خواندن در کار، بله درست، شاهنامه برای بخون، مثنوی معنوی بخون. البته این صحبتی که ما داشتیم خیلی یک صحبت شیرین و گوارا بود و نمی شود در یک فرصت کوتاهی که داشته باشی جهان باطنی یک هنرمند رو افشا نمود، هم برای بیننده هم اون چیزی که ما میخواستیم بگیریم. از این رو ما میگیم که این صحبتی ما البته اولین و آخرین نخواهد بود و باز هم همین گونه صحبت ها با شما دایر مینماییم و اطراف هنر رو ایجاد، اطراف زندگی شما. خوب این زمان میخوایم چی گفتنی داره نسبت این صحبت، بعدا با همین برنامه رو جمع بحث میکنیم. خب دیگه بجز آن که تمامی مخصوصا تمامی مادرای مملکت و همه اونهایی که یعنی شرفی به اندازه زن بودن و مادر بودن در خودشان دارن، با فرارسی عید بهار از صمیم قلب تبریک میکنم و بگذار که آسمان زندگیشان همیشه کبود مثل همین فصل زیبای سال باشد. بهار مبارک، زنده باشید.
саломат бошед. хеле сипосгузорем ғизои маънавӣ гирифтем аз суҳбатҳои ҷолиби шумо ва сипосгузорем даъвати моро рад накардед. ба шумо низ баҳор муборак бошад. ташаккур. бори дигар сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтеду ва бо ҳузури худ албатта ин маҳфили моро, ин суҳбати моро гарм намудед. ман боварӣ дорам насибаки ан ҳамун нафароне ҷавононе ки ин ҷодару ҷодаи ҳунарро интихоб карданӣ буданд аз ин суҳбат як бардошти хуб карданд. хуб бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем ва ҳамаи шумо хонаи ободсари баландтани сеҳатро таманно дорем. хайр азизам.